قدرت کار و حس کن ابروباد فیت احسان الپی بازم یه کار گنگ بازم یه کار گنگ ای بابا بازم یه کار گنگ گوش کن بترس ببین اصلا راه نره بعد اینم مدت بخواین گنگ بخون شیطان رپ فارس برگشته کار گنگ حرفه‌ای میخونیم و سرتقیم کلمات و فر میدیم و اون چی که تو زن داریم و جالبیم و خالصیم و خسته هم که نمیشیم و ربره هم کار میدیم و سازمون رو کون کنیم و شبمون رو روز کنیم و لات میشم گاهی هم سر به زیرم و واک میدم ظاهرا قاعدن من میدونم بمونه توی رپ سبز و خشک و دود میکنیم و جلول لود فاز فکم میگیرم و تو دورات پیش میرم و کشتمونه پس دیوونه کردم پس کجوجه صبح زود فس شب تو خونه فیس دنیامونم تاریکه خورشید رو ما خوابیده حرفامونم رمزیه و کارامونم تنزیه دستا همه بالا پایین بیت باکس و ما را میندازیم میخوای یکم سر بشم یه لحظه من سک بشم رپ بگم تک بشم سک بزنم و جر بشم من اینم حرفیه شل و شول شلیته تکس پر از سرراهی و بیت و گوش کن سر پایین و مثل فیلم تز میدم نوکرتم من دوست کریم و پرفسوری و ستاری و همکاری و رپازی و دوباره بگم بالایی سر پایین با تیری بگی دم پایین راست کارت با صبر تمرین کنی و بشی در این بار راست و بار تیم منو با من سریعتر تو تصمیم بگیری یا که توسط افرادم تسخیر بشی منم اماره واسه دلار تازه کار لعنتی من دیدی و لعنتی باشه سر گفتی همون سرداری اما زیادی هستی به خرشبی به هر طریق داستانمون از مصنوی کار شما از پشم کیری قلم اماره واسه دلار تازه کار لعنتی من دیدی و لعنتی باشه سر گفتی همون سرداری اما زیادی هستی به خرشبی به هر طریق داستانمون از مصنوی کار شما از پشم کیری رپ کردنت به نظرم اشتباهه اما کل با من واسه تو یه افتخاره این اقتداره که واسه شب با من میکنی تو استخاره اما ابتکار کارت شاید این واسه من یه اتفاقه فکر نکنی حرفم همش انتقاده داری استفاده میکنی از کلماتی که به نظر من افتضاحه تلاش تو بکن چون برات این امتحانه دوست دارم یکی باشی فقط این انتظاره خوب بودن تو برامون یه اصراره شاید فکر کنی باز این اصطلاح باید بدونی که این فقط اطلاعه بعد من تو تکی این ادعامه رپ فارس بود اینم داشت لازمه کسی مثل من که داشته باشه حافظه قلم اماره واسه دلار تازه کار لعنتی من دیدی و لعنتی باشه سر گفتی همون سرداری اما زیادی هستی به خرشبی به هر طریق داستانمون از مصنوی کار شما از پشم کیری قلم اماره واسه دلار تازه کار لعنتی من دیدی و لعنتی باشه سر گفتی همون سرداری اما زیادی هستی به خرشبی به هر طریق داستانمون از مصنوی کار شما از پشم کیری وقتی من شروع کردم به رپ کردن همون روزی رو میگم که اومد قلم دستم تو به فکر تیله های قشنگه بودی من رپ میکنم تو میری و پوز میدی میگی آره فلانی رفیقم داداشمه منو مسخره میکنی آخه بچه ننه تو اصلا سیست به ما میخوره افلیج سمتم بیای کشتم جمع گونه ببین تو یه عقده ای به من میگی که قلدری یه کاری میکنم که شبانه روز بدوی لباسات دستن تنگ و سرمه ای لباسامون همه بگی و نقره ای میای و میگی که کاراتمو بهتره ولی من بهت نشون میدم که کی سرتره اولی مرحله برای تو پابوسه هر شب میبینی منو توی کابوسه نیومدم اینجا بکشم پشت ناموست میخوام با خود دارم بکنم نابودت باور میخواد تو رو بکنه خاموشه جای توی عوضی توی سوراخ موشه بعد خانه میبینم بگو پس گوشش این کارو هیچ کدوم نیست واسه آخه پولش واسه عشقه که ماها این کاره ایم حتی اگه تو این راه بگو میدونی چند سالش بود؟ اگه چند سالش بود؟ فکر کنم 18 سالش بود به ما نمیخوری پسر خیلی بالایی بپیچ